اما من بذر آزادی را در خاک این سرزمین کاشتم. من دیاکو هستم، زاده خاک و کوه که در سایه قله‌های زاگرس چشم به جهان گشودم. روزگار جوانیم در میان قبیله‌های پراکنده ماد گذشت، جایی که صدای چوپانان و زمزمه جویباران موسیقی زندگیمان بود. اما در دلم رویای بزرگتر از این آرامش ساده می جوشید. آشوریان، آن ستمگران بیرحم، با سلطه آهنین خود بر ما فرمان می راندند و قومم را چون گله‌ای بی سرپرست می دیدند. من اما سوگند خوردم که این پراکندگی را به اتحاد بدل کنم و نامی برای مادها در تاریخ بنگارم. روزی در زیر آسمانی صاف و بیکران بزرگان قبیله به نزدم آمدند. چشمانشان از امید و اعتماد لبریز بود. گفتند: دیاکو، تو که در قضاوت عادل و در اندیشه دانا هستی، ما را به سوی سرنوشتی نو راهنمایی کن. قلبم از این دعوت به تپش افتاد. شمشیر را برداشتم و پاسخ دادم: بیایید شهری بنا کنیم که کانون قدرت و همبستگی من باشد. در سال 708 پیش از میلاد تاج پادشاهی بر سرم نهادند. به سوی تپه های همدان رهسپار شدم و با صدایی که در کوه ها پیچیده اعلام کردم اینجا حکمتانه خواهد بود. دیوارهایی بلند از سنگ و خشت سر برآوردند. کاخی با شکوه در مرکز آن قد کشید و خیابانهایی پدید آمدند که نوای گامهای مردمم را در خود جای دادند. سپاهی کوچک اما وفادار گرد آوردم. مردانی که جانشان را به من سپرده بودند. هنوز توان رویارویی با آشور را نداشتیم، اما من بذر آزادی را در خاک این سرزمین کاشتم. شبها در کنار آتش به فروتیش پسرم می نگریستم و می گفتم: این سرزمین را به اوج برسان. سالها بر قومم فرمان راندم تا اینکه در سال 675 پیش از میلاد در بستر بیماری افتادم. با آسمان نگاه کردم و از میترا خدای نور خواستم که مادها را در این مسیر نگه دارد. آخرین نفسم را کشیدم و روحم به سوی ابدیت شتافت. من فرورتیش، پسر دیاکو، با تاج پدرم بر سر و شمشیرش در دست به میدان آمدم. در سال 675 پیش از میلاد، هنگامی که پادشاهی را به دست گرفتم، حکمتانه را دیدم که چون فرزندی نوپا در آغوش کوهها خفته بود. پدرم قبیله ها را متحد کرده بود، اما من عهد بستم که زنجیرهای آشور را با خون و فولاد بگسلم. به مردمم گفتم: دوران سرافکندگی به پایان رسیده است. شمشیرهایتان را آماده کنید. و آنان با فریادی از ژرفای جان پاسخ دادند: فرورتیش، ما پیرو تویی. سوار بر اسب تیزپایم از زاگرس تا دشت‌های بیکران تاختم. قبیله ها یکی پس از دیگری به من پیوستند و سپاه همچون طوفانی خروشان شد، با نیزه هایی که در نور خورشید می درخشیدند. به سرزمین های آشور یورش بردم. روستاهایشان را به آتش کشیدم و غنایم را به حکمتانه بازگرداندم. هر پیروزی قومم را سربلندتر می کرد. شبها در کاخ نقشه های جنگی می کشیدم و روزها در میدان خون دشمنان را بر زمین جاری می ساختم. 40 سال با شجاعت و عزم فرمان راندم تا اینکه در سال 633 پیش از میلاد در دشتی خونبار با سپاهیان آشور روبرو شدم. فریاد زدم: مادها هرگز تسلیم نمی شوند. اما در میان غبار نبرد تیری از کمان دشمن به سینه‌ام نشست و مرا بر خاک افکند. خونم زمین را رنگین کرد،
اما با آخرین نگاه به هوخشتره پسرم گفتم انتقام مرا از این ستمگران بگیر. چشمانم فرو بست و روحم به سوی اهورامزدا پرواز کرد. من هوخشترم، پسر فرورتیش، که با خون پدرم سوگند خوردم تا آشور را به زانو درآورم و نام مادها را بر بلندای تاریخ حک کنم. در سال 633 پیش از میلاد تاج بر سر نهادم و قومم را در سوگ پدر دیدم، اما در چشمانشان شعله های انتقام می درخشید و آنان گفتم این شعله ها را به قلب نینوا خواهیم برد. سپاهم را از نو ساختم، نه چون گذشته‌ای پراکنده بلکه چون طوفانی منظم و مهیب. سوار نظامم را با کمانهای کشیده و نیزه‌های برنده آراستم و پیاده نظامم را پشت سپرهای آهنین صف بستم. فریاد زدم ای مادها با من برخیزید و از زاگرس و کرانه‌های خزر همه به سوی حکمتانه شتافتند. سالها با شمشیر و خرد جنگیدم و قلمرومان را از آناتولی تا خلیج پارسی گستراندم، اما بزرگترین لحظه‌ام در سال 612 پیش از میلاد فرا رسید. با نبوپولاسر پادشاه بابل پیمان بستم و به سوی نینوا تاختم. دیوارهایشان را با خشم و آتش در هم شکستم، کاخهایشان را به خاکستر بدل کرده و زمین را با خون آشوریان سرخ کردم. ایستادم و بانگ برآوردم مادها پیروزند. آن روز امپراتوری آشور برای همیشه از صفحه روزگار محو شد. در حکمتانه کاخم چون خورشیدی درخشان بر تپه ها ایستاده بود. شبها با موبدان از میترا و اهورامزدا سخن میگفتم و روزها بر قومم فرمان میراندم تا سال 585 پیش از میلاد سلطنت کردم. در بستر مرگ به آستیاک پسرم گفتم این شکوه را پاس دار. چشمانم را بستم و روحم به سوی آسمان ها را سپار شد. من آستیاک هستم، پسر هوخشتره، که تاج طلایی پدرم را با دستانی آغشته به شراب خون بر سر نهادم. در سال 585 پیش از میلاد به پادشاهی رسیدم و مادها را در اوج عظمت یافتم. حکمتانه همچون نگینی درخشان بود، سپاهیانم آماده و قلمروانم بی انتها. اما من نه جنگجویی چون پدرم بودم و نه دلبسته میدان نبرد. دلم در پی عیش بود و دستم در پی خون. کاخم را با جامهای شراب و رقص زنان پر کردم و هر که را جرأت مخالفت داشت با خنده ای سرد سرش را از تن جدا کردم. به ماندانا دخترم که با کمبوجیه پارسی پیوند خورده بود میبالیدم، غافل از این که نوه‌ام کوروش روزی تاجم را به چنگ خواهد آورد. روزهایم را در بزم و شبهایم را در کشتار گذراندم. اشرافی که به من چشم چرخی نشان میدادند چشمانشان را از کاسه درآوردم و فریاد زدم کسی دیگر جرأت دارد؟ خنده‌ام در تالار حکمتانه میپیچید و خون بر سنگ فرشها جاری بود. سالها در عیاشی و ستمگری غرق بودم تا اینکه در سال 550 پیش از میلاد صدای سم اسبان پارسیان به گوشم رسید. کوروش آن گرگ پارسی علیهم شورید. اشرافم این سگان بیوفا از من روی گرداندند و به او پیوستند. سپاهیانم را به میدان فرستادم و قریدم سرهایشان را برایم بیاورید، اما در میان غبار جنگ وفاداریشان فرو ریخت. حکمتانه سقوط کرد، مرا چون حیوانی گرفتار کردند و تاجم را از سر کندند. کوروش مرا زنده گذاشت، اما در گوشه کاخ چون سایه‌ای خار و زار نگه داشت. هر روز با نفرین و خشم زیستم تا مرگ این تن عیاش خونریز را به خاک سپرد. سلسله مادها به پایان رسید، اما خونم در رگ‌های پارسیان جاودانه شد.